سلام عرض میکنم. خیلی از دوستان کنجکاو بودن در مورد موضوع موکل، سوالاتی براشون پیش اومده. من سعی میکنم توی این ویدیو توضیحاتی بهشون بدم که انشالله قانع بشن. اگر آدم منطقی باشه، به هر حال یه تحقیقی هم بکنه، تا حدودی میتونه بفهمه که حرف حق چیه، باطل چیه. میپرسن که چرا وقتی خدا هست ما باید بریم سراغ اجنه. اولا که ما اگر میگیم جن یعنی نادیدنی، تمام موجودات نامرئی خداوند رو اجنه و ملائکه تشکیل میدن دیگه. یا فرشته است یا ملائکه است یا جن، هر کسی بسته به تلاشی که بکنه یه نیروی خداوند در اختیارش قرار میده. شما به دین و مذهب خودت میای عبادت میکنی دیگه، میخوای به مقام عرفانی و روحانی برسی. حالا ته تهش که خیلی عبادت کردی، مستحبات رو به جا آوردی، همیشه روزه‌داری کردی و نماز شب خوندی، چی میشه؟ خدا میگه خیلی خوب، تو الان تلاشت رو کردی، من بهت مقام میدم. نمیتونی بگی که تو خودت همیشه باید با من حرف بزنی. اخبار رو میخوای از کی بگیری؟ آیا خداوند خودش میاد مستقیم با تو حرف میزنه؟ آیا تو طاقت دیدن خداوند رو داری؟ به هر حال اون کسی که به مقام میرسه یه موجودی رو قدرتمند خداوند در اختیارش قرار میده که اخبار و اطلاعاتی رو که نیاز داره بهش بده. یا اگر کار مثلا خارق العاده‌ای هست، کار سنگینی هست که انسان در توانش نیست، اون بتونه انجام بده. حالا کسانی که کم زحمت کشیدن، از این اجنه‌های سطح پایین و این بچه هاشون بهشون میده، یا آقای برو تو این پیشت باشه، به دردت میخوره. یا اون کسی که خیلی تلاش کرده، از ملائکه و فرشته ها و اینا در اختیارش میذاره دیگه. اون بستگی داره به میزان تلاشی که اون شخص انجام داده و نمیتونی اعتراض بکنی. ببین، ما اگر ریاضت میکشیم و اون مراحل رو انجام میدیم، برای اینه که به نوعی بتونیم اطلاعات و اخبار بگیریم که به درد مردم بخوره. کاری نداریم که چه موجودی میخواد بیاد. وقتی خدا داد دیگه تو نمیتونی اعتراض بکنی. شما مأموریتی داری، مثلا میخوای یه دزد رو دستگیر کنی، یا یه کاری داری توی پاسگاه میری، مثلا طلبی از کسی داری، یه سرباز رو در اختیارت میذارن، یعنی آقا برای کار تو کفایت میکنه. ممکنه کار مهمتری داشته باشی، یه درجه دار رو با یه سرباز همراهت بکنن، ممکن هم هست یه تیم انتظامی رو در اختیارت قرار بدن. اون دیگه بستگی داره به نوع کاری که شما میخوای انجام بدی و هر کسی به نسبت تلاشی که کرده. میگن که آقا تو موکل داری، نباید بگی. اگر بگی موکلت باید قطع رابطه میکنه. بله، همچین موضوعی هم هست، ولی نه همه رابطه ها. اون کسی که مأموریت داره برای مردم کارهایی رو انجام بده و اطلاع رسانی بکنه، اون باید بگه. من الان 2 ساله که فعالیت مجازی دارم، شاید 1000 نفر اومدن بهشون اخبار و اطلاعات دادم. حتی اگر 1 نفر به وسیله کاری که من میکنم زندگیش نجات پیدا کنه، برای من کفایت میکنه. و میدونم خیلیا خدا رو شکر به لطف خدا مسیر زندگیشون رو پیدا کردن به این وسیله و خیلی برای من ارزشمنده. از اون گذشته من اگر نافرمانی میکردم و اطلاع رسانی نمیکردم، مؤاخذه میشدم. شما اگر
یه چیزی شنیدی نمیتونی در مورد همه کسانی که موکل دارن مقایسه کنی. اینا انواع و اقسام دارن، با هم فرق میکنن، مأموریت هایی که دارن با هم فرق میکنه. مشکل ما اینه که حرف و سخن تو این رابطه زیاده و مردم اون آگاهی که باید داشته باشن ندارن متاسفانه و سریع قضاوت میکنن و اینم میگن که چرا تو که موکل داری بهت گنج و مال نمیده. من خودم همون زمانی که این موضوع رو درک کردم انتخاب کردم که بتونم خدمتی به مردم بکنم و اگر گنج و مال میخواستم هر مقداری که میخواستم میتونستم طلب بکنم. از اون گذشته نیازی ندارم که گنج بخوام. گنج جز دردسر هیچی نداره. شما پیدام که بکنی برای فروشش به مشکل میخوری، هزار جور دردسر داره و هیچی این بهتر از این نیست که آدم از طریق کسب و کار به مال برسه. میگن چند تا موکل داری؟ من یه دونه موکل بیشتر ندارم. بعضی ها میگن ما 100 تا داریم، یکی میگه من 80 تا دارم، یکی میگه 120 تا دارم. اونو من در موردش تجربه‌ای ندارم. خودم یه دونه موکل بیشتر ندارم. در مورد نیروهای ماورایی اینو بدونید که به انواع و اقسام و اشکال مختلف پدیدار میشن. حتی شما همین بادی که میوزه میتونه جن باشه، آتیش میتونه جن باشه، حیواناتی که رفت آمد میکنن. خیلی کنجکاوی توی این مورد زیاده. من فکر نمی کنم اگر 1000 تا دانشمندم بیان تو این مورد بحث کنن بتونن در این زمینه به توافق برسن. ارتباطی که خودم دارم، من کاری ندارم به کسانی دیگه که میگن ما جن رو تسخیر کردیم. تسخیر یعنی به اختیار گرفتن، یعنی مطیعت باشه بدون امر تو هیچ کاری نکن. نه، اونو من کار ندارم. من ارتباط خودم از ابتدا گفتم یه ارتباط دوستانه است. شما اگرم بتونی یه جنی رو تسخیر کنی سطح و لیبلش پایینه. اون اجنه قدرتمند و خدمتگزار خداوند جوری نیست که شما بتونی تسخیرش کنی. این نمیاد مطیع تو بشه مگر اینکه قدرت تو، مقام تو از اون خیلی بالاتر باشه. موکل شیطانی، رحمانی، همش بستگی به خودت داره. این چیزی که من درک کردم یعنی شما نیرویی رو در اختیار میگیری که مثل خودته، به ذات خودت. اگر خودت آدم خوبی هستی موکلتم خوب، خودت آدم شیطان صفتی باشی موکلتم شیطانی. همه چی بستگی به خودت داره و میزان تلاشی که کردی. اون روشی که میشینن دور خودشون خط میکشن، مندیل میکشن، ذکر میگن، آدابی رو اجرا میکنن، بخورات میدن و حساربندی میکنن، من انجام ندادم. من توصیه که به همه دوستان کردم برای گرفتن موکل ریاضت بوده. عبادت به همراه ریاضت بهترین و بی خطرترین روش برای گرفتن موکل ریاضت کشیدنه. به خدا قسم اگر کسی ریاضت بکشه و عبادت هم بکنه بهترین موکل رو میتونه بگیره. از جایی که اصلا خبر نداره نیروی خداوند در اختیارش قرار میده که بتونه به مردم خدمت بکنه. اگر هدفت خدمت باشه و حتی اگر مال و ثروت هم بخوای از اون روش میتونی به دست بیاری. یعنی شما پایان ریاضتت، پایان اون دوره‌ای که باید یه ارتباطی پیدا میکنی، حالا به شکل الهامات یا کسی رو در اختیارت قرار میده، خداوند موجودی رو در اختیارت قرار میده که بتونی ازش اخبار و اطلاعات رو بگیری و هیچ کار خاصی غیر از اون قرار نیست انجام بدی. بله میرن حساربندی میکنن، مندیل میکشن، اونم میتونی ارتباط بگیری
ولی شما تا زمانی که زمینه اون کار رو نداشته باشی، یعنی ریاضت نکشیده باشی، اون کار برات خطرناک میشه. چرا؟ اگر عبادت کرده باشی، ریاضت هم به اندازه کافی کشیده باشی، اون خطری نداره، ولی خب دیگه لزومی نداره اون کار. اصل ریاضته، ریاضت واقعی، ریاضت در حد عذاب و شکنجه. اگر اون کارو بکنی نیازی به اون کار، من خودم به همین روش تونستم، البته من از بچگی داشتم این ارتباط رو، کی کشفش کردم؟ زمانی که ریاضت کشیدم. زمانی که ریاضتم تموم شد، یه دوره 40 روزه سیم وصل شد. سیم وصل شد دیگه، خودم فهمیدم چی کار کنم، ادامه دادم تا به الان. چند بار دیگه هم چله گرفتم. چله هم همینجوری بود، فقط ریاضت و عبادت و روزه و گوشتم حتی مصرف میکردم. یعنی کسی نبود بخواد به من آموزش بده که چی بخورم چی نخورم. سیم که وصل شد دیگه خودش بهم گفت، قبلش نمیدونستم. حرف و سخن آقا تو این زمینه زیاده. خواهش میکنم ازتون اون چیزایی که میشنوید از هر کی شنیدید یا یه جایی یه ویدیویی دیدید مثلا زود تصمیم نگیرید. یعنی شما نمیتونی تا زمانی که خودت به این رابطه نرسیدی نمیتونی قضاوت کنی. اصلا درست نیست که قضاوت بکنی. باز هم میدونم کسانی میان کامنت میذارن و برای خودشون یه چیزایی میگن، بگن آقا من در این حد توضیح رو لازم میدونستم که بگم. انشالله موفق بشید.